سلام دوستا، خداوند خوب و صحتمند باشید در هر جایی که هستید. در ویدیو ما یک لباس فرمال آورده بود که 2 سایز بعد ریزم کردم. اول دفعه از دور کمر رو باز کردم، از دور چپیشی. وقتی که باز شد تنیستم داخل لباس را دور چپیش را بیرون بکشم. از زیر بغل از هر دو طرف کسته یک اینچ کسته ریزه کردم، چون باید 2 سایز باید ریزم کردم. بعد این خوب است، دایندهش هم میتونید دوباره کلان کنید اگه خواستید. خب دوستای امید که در ویدیو میگیرید، ما لباس رینال چپه دورش کشیدم. پین میزنم چون باید خوب دقت کنید کاشیم کسته صاف باید. از زیر هر دو بغل کسته، از دو طرف کسته یک اینچ کسته کوب منی. اما رقم دامن را 1 اینچ ریزه منی کردو، کمر قدی دامن باز هر دو مچ کنم. دوستا کار باید خوب دقت انجام بدی که کارش پاک صاف بیه. ببینیم که از تا آخرش بدون زیپ اینجا مزیب کردم. بعد کمر آخر از تاور چپ دور کسته قدیس کوب منی، خیلی میده کوب منی که فهمیده نشنه. تشکر، روزی خوش.